سلام دوستان، به مینی دوره رایگان برنامه آیکلون خوش اومدین. همونطور که می‌دونید برنامه آیکلون یکی دیگه از برنامه‌های شرکت ریولوژن یا شرکت سازنده برنامه کارتون انیماتور. حالا خیلی از دوستانی که توی دوره کارتون انیماتور شرکت کردن با این برنامه آشنایت دارن. برنامه آیکلون هم یکی دیگه از اون برنامه‌ای که حالا مختص ساخت انیمیشن سه‌بعدیه، برخلاف کارتون انیماتور که برای انیمیشن دو بعدی استفاده میشد. آیکلون برای انیمیشن سه‌بعدی استفاده میشه. کار کردن حالا تقریبا میشه بگی خیلی شبیه برنامه کارتون انیماتوره. حالا کسی که تو دوره کارتون انیماتور شرکت کردن تا حدود زیادی با این گزینه‌ها و ابزارها آشنایت دارن. ولی خب تو این دوره رایگان میخوایم به صورت مختصر با این برنامه آشنا بشیم، با قابلیت‌هاش آشنا بشیم و همین انیمیشنی که اول ویدیو دیدین رو میخوایم با هم بسازیم. خب برای شروع ما میایم ورک اسپیسمون رو میذاریم روی حالت دیفالت که شما با همین در واقع ورک اریا مواجه بشین. اینجا از منوی ویندوز ورک اسپیس روی استاندارد بذارین که دقیقاً عین همین چیزی که دارین میبینین برای شما نشون داده بشه. خب برای شروع ما باید یک کاراکتر وارد صحنه بکنیم. توی قسمت این کانتنتس و توی برنامه آیکلون برخلاف کارتون انیماتور این قسمت کانتنتس سمت چپه، توی برنامه کارتون انیماتور سمت راسته، اینجا سمت چپه. توی قسمت همین کانتنتس ببینید توی قسمت اکتور مثلا یه سری کاراکترها گذاشته برای شما. کاراکتر آماده که خیلی زیاد نیست، تعدادش کمه و حالا اگه بخواین در واقع شخصیت خودتون رو بسازین با این کفشا مثلا میتونین جایگذاریش کنین. توی همون قسمت اینجا یه سری کاراکترها وجود داره. همونطور که ببینین اینا در حالت پیش‌فرض نمیشه استفاده کرد. باید پلاگین در واقع اسمارت گالری توی آیکلون نصب باشه که این پلاگین پولیه، متاسفانه نسخه مجانی وجود نداره. در نتیجه از این کاراکترها هم نمیتونید استفاده کنید. به خاطر همین من یه سری در واقع کاراکترهای آماده و پلاگین ها و جلوه های ویژه و کلا حرکات آماده خریداری کردم. توی پک های پولی برنامه آیکلون قرار دادم توی سایت. همونطور که می‌بینید من این پک ها رو خودم به دلار خریداری کردم. تقریبا حدود 2170 دلار خریداری کردم که حدود 61 میلیون میشه. که حالا توضیحات کامل هر پک رو میتونین اینجا مطالعه کنید. مثلا از این شخصیتی که استفاده کردیم یکی از در واقع شخصیت های پک های پولی هست. همونطور که ببینید ما وارد برنامه میکنیم و به همین طریق میتونیم انیمیشن همون رو بسازیم. حالا میگم شخصیت ها زیاده، حرکات آماده هم زیاد داره، خودتون میتونین اینا رو مطالعه بکنین. میرم وارد در واقع پک های پولی میشم و بعد از اینکه دانلودش کردین، خریدارگن دانلودش کردین، توی این قسمت مثلا بتل مش کامبو، اینجا آیکلون 7 تمپلیت کاراکترز بتل مش، اینجا 2 تا مدل داریم، مرد داریم و زن داریم که حالا من اینجا میل یا مرد رو انتخاب میکنم. باز اینجا 3 تا مدل هست، استیل هست و در واقع حالت زنگ زدگی و حالا آلیاژ فلز هست که حالا هر کدوم از اینا رو که دوست داشتین میتونین وارد در واقع صحنه‌تون بکنین. حالا روش وارد کردن حالا کلا هر چیزی، چه کاراکتر باشه چه حرکت آماده باشه، من خودم شخصا از روش درگ اند دراپ استفاده میکنم. همینجوری اینو میگیرم به این شکل داخل برنامه رها میکنم. حالا ولی خب خیلی از دوستان دوست دارن که اینا رو توی خود محیط برنامه داشته باشن، نخوان مثلا برن محل در واقع ذخیره‌اش پیداش کنن و به این شکل درگ اند دراپ کنن. یک راه سریع‌تر هم وجود داره. میتونین همین فایل رو مثلا کاراکتر رو به این شکل، کاراکتر رو من کپی میکنم
وارد برنامه آیکلون میشم و اینجا روی گزینه کاستوم کلیک میکنم. حالا میتونین مثلا این توی قسمت اکتور به اصطلاح کپی کنین. اینجا اکتور رو که بزنین، هم بازیگران، کاستوم رو که بزنین توی قسمت مثلا آواتار، اینجا میتونین فایند فایل رو بزنین و میبینین آیکلون کاستوم رو که بزنین، وارد پوشه کاراکتر که بشین، اینجا میتونین اون پوشه رو پیست بکنین. بعد اینکه پیست شد، اینجا کاراکتر رو میتونین ببینین. وارد پوشه میشم، وارد این پوشه میشم. ببینین الان هر سه تا در واقع شخصیتمون رو میتونین ببینین. من اینو از اینجا پاک میکنم و روی هر کدوم از اینا که دابل کلیک بکنم وارد در واقع برنامه میشه. دیگه نیازی به درگ اند دراپ نیست. اینا رو باید بدونین که هر کدوم از این فایل ها که دانلود میکنین مربوط به چه قسمتیه. مثلا این اکتور باید بندازین توی قسمت اکتور، جلوه ویژه رو مثلا باید توی قسمت توی این قسمت بندازین، توی قسمت پارتیکلز مثلا. بک‌گرانداتون رو توی این قسمت بندازین، انیمیشناتون رو باید توی این قسمت بندازین. همش رو وارد قسمت کاستوم میشین. از این قسمت میتونین فایند فایل رو بزنین و در نهایت وارد اون پوشه محل ذخیره برنامه کارتون، برنامه آیکلون میشین و فایلاتون رو اونجا پیست میکنین. خب مرحله دوم اینه که ما یک بک‌گراند، یعنی یک در واقع زمین برای شخصیتمون قرار بدیم. اما قبل از اون یه سری کلیدها باید بهتون توضیح بدم، کلیدهای در واقع برای دور تا دور شخصیتمون چرخیدن و اینکه زوم کردن به چه صورت. دقیقا مثل برنامه کارتون انیماتور، آلت رو اگه نگه دارین و کلیک کنین میتونین اینو مثلا به اصطلاح پند بکنین، جابجا بشه. البته جابجا نمیشه، این فقط میتونین توی حالا بک‌گراند جابجا بشین. اگه میخواین زوم بکنین، آلت رو که نگه داشتین با اسکرول وسط موس به این شکل میتونین زوم بکنین. اگه میخواین که در واقع زومتون خیلی سریعتر اتفاق بیفته، همونجور که آلت رو نگه داشتین شیفت رو هم نگه میدارین و اسکرول میکنین. ببینید چقدر سرعت زوممون بیشتر شد. اگر هم بخواین دور کاراکتر بچرخین، همونجور که آلت رو نگه داشتین با کلیک راست، ببینید من الان میتونم دور تا دور شخصیتم بچرخم. پس شد آلت کلیک چپ میشه به این شکل میتونین توی بک‌گراند بچرخین. آلت به اسکرول وسط موس میتونین زوم بکنین. اگه شیفت رو هم نگه دارین سرعت زوم بیشتر میشه و آلت کلیک راست هم میتونین دور تا دور شخصیتتون بچرخین. خب من الان این شخصیتم رو تغییر میدم، شخصیت میل رو انتخاب میکنم به این شکل، دابل کلیک میکنم، وارد صحنه میشه. خب سه تا کلید ترکیبی دیگه هم بهتون با توضیح بدم. یکیش کلید W هست. W که به اصطلاح بزنین این چیزای جهت‌نما، محورهای X، Y و Z برای ما ظاهر میشه که میتونین شخصیتتون رو به سمت بالا، به سمت چپ، به سمت پشت حرکت بدین، یعنی توی بعد در واقع اونو حرکت بدین. اگه کلید E رو بزنین میتونین اونو بچرخونین و اگه R رو بزنین که حالا برای مثلا این شخصیت کار نمیکنه، میتونین شخصیتتون رو بزرگ و کوچیک بکنین. پس W, E و R سه تا کلید هستن که حالا توی پروژه به دردمون میخوره. خب من این گزینه سلکت رو انتخاب میکنم که از اون حالت بیرون بیاد. همونطور که گفتم مرحله بعدی یک زمین هست. ما به یک زمین نیاز داریم، میخوایم که این شخصیتمون روی در واقع زمین حرکت کنه. از منوی کرییت این گزینه اول و فلور رو انتخاب میکنیم. همونطور که ببینید یک زمین برای ما ایجاد شد. این در واقع سایه شخصیت رو میتونین روی زمین ببینین. همونطور که ببینین
الان زمینمون کوچیکه، میتونیم زمینمون رو بزرگ کنیم. همونطور که گفتم این زمین رو انتخاب میکنیم با R در واقع اسکیل هست. میتونین از این محور یکم بزرگش کنین، از این محور هم به همین شکل. ببینین تا جایی که حالا مثلا چشم کار میکنه میتونین زمینتون رو بزرگ کنین که حالا بعدا میخواین انیمیشنتون رو بسازین دچار مشکل نشین. خب الان زمینمون آماده است، فقط زمینمون در واقع ساده است. میخوایم یک حالت به اصطلاح چمن و حالت سنگ مانندی به این زمینمون بدین. توی این قسمت در واقع مدیا، توی قسمت تکسچر، حالا میتونین اینجا بگردین متریال ها رو پیدا بکنین. متریالی که حالا ما مد نظرمونه متریال در واقع گراوند هست. توی قسمت متریال و اینا که در واقع ریش هست، توی این قسمت سابستن میتونین گراوند رو پیدا بکنین. حالا یکم اگه نمیبینین میتونین اینو بزرگش کنین از این قسمت. من یکم اینو میتونم بزرگ بکنم، اینو هم میتونم به این شکل کوچیک بکنم و گراوند رو میتونین از این قسمت در واقع پیدا بکنین و روی زمینتون قرار بدین. این قسمت بالا میتونین سرچ کنین، اگه پیداش نکردین روی همین گزینه مدیا کلیک میکنیم و اینجا گراوند رو من تایپ میکنم به این شکل و اینتر رو میزنم. ببینین الان توی این گزینه ها پیدا نکردم ولی اینجا برای من ظاهر شد. گراند بلند رو به این شکل من میگیرم روی زمینم قرار میدم. ببینید که چقدر راحت یک در واقع زمین برای ما ایجاد شده. البته چون ما یکم سایزش رو بزرگ کردیم، سایز زمین رو بزرگ کردیم، به این شکل شده که حالا توی این قسمت تنظیمات میتونین حالا این در واقع تنظیمات مربوط به زمین هست، یا میتونید خود زمینتون رو در واقع کوچیک‌تر بکنید که از اون حالت بیرون بیاد. ببینید نیازی به این بزرگ زیاد نبوده، ما یکم زمین اونو کوچیک‌تر میکنیم در حدی که اون حالت زمین به خودش میگیره. خب الان میخوایم مثلا اینو توی یک جنگل قرار بدیم. میتونیم خودمون جنگل رو بسازیم. کافیه توی این قسمت set و توی قسمت tree میبینین انواع مختلف درخت ها وجود داره، بیشه ها وجود داره. مثلا من این راف گراس رو مثلا میتونم انتخاب کنم، وارد صحنه میکنم به این شکل. میبینیم مثلا الان اینجا یک در واقع علفی برای من ظاهر شد که حالا میتونیم اینو بزرگ و کوچیک بکنیم. میبینیم الان مثلا سایزش رو بزرگ کردم و میتونیم به جای که مثلا دونه دونه اونو بگیریم و وارد صحنه بکنیم، به صورت مثلا حالت دست جمعی اینا رو توی صحنه بچینیم. اینجا سمت راست استارت گاردنینگ رو میزنیم و میتونیم جاش رو مشخص کنیم. میبینیم سایزش رو میتونیم بزرگ کنیم. من از اینجا مثلا میتونم سایزش رو بزرگتر یا کوچیکتر کنم، تعدادش رو بزرگ کنم. الان یه دونه هست، مثلا هرچه تعدادش رو بیشتر کنم میبینیم به صورت رندوم میتونین هر جا که دوست داشتین بذارین. مثلا اینجا کلیک میکنم، باز اینجا کلیک میکنم، اینجا کلیک میکنم، اینجا مثلا اینجا سایزش رو مثلا یکم کم میکنم، مثلا تعدادش هم اینجا بیشتر میکنم، یه دونه مثلا اینجا کلیک. خب بعد از اینکه حالا نقاط مختلف زمینتون رو چمن گذاشتین، میتونید اینجا روی گزینه استارت گاردنینگ کلیک کنید تا از این حالت بیرون بیاد. میتونید درخت هم بکارین، حالا هر مدل از این درختایی که توی
برنامه وجود داره میتونین انتخاب بکنین. مثلا من این درخت رو به این شکل میگیرم، وارد صحنه میکنم. مثلا اینجا یه درخت ایجاد شد. باز استارت گاردنینگ رو که بزنین مثل همونه، میتونین سایزش رو کوچیک بکنین، سایزش رو بزرگتر کنین. یه دونه مثلا اینجا میذارم، یه دونه اینجا مثلا دیگه. سعی کنیم مثلا روبروی شخصیتتون چیز زیادی نذارین که دوربین بخواد حرکت کنه بسیار مشکلی براش پیش نیاد. اینجا استارت گاردنینگ رو میزنیم. مثلا میتونیم یک مدل درخت دیگه هم بکاریم. از این مدل مثلا کلیک میکنم به این شکل. ببینید این حالا میتونین سایزش رو کوچیک و بزرگ کنین، جابجاش بکنین. W رو که بزنین میتونین هر کدوم از اینا رو که کلیک کنین میتونین جابجا کنین. ببینین مثلا اگه جاش اینجا مناسب نبود میتونین بذارینش اینجا. خب تا الان ما اینو میذارم اینجا. اینجا خالیه. حالا میتونیم مثلا یکم هم اینجا بکاریم. از این مدل انتخاب میکنم، میذارمش اینجا. استارت گاردنینگ رو میزنم، مثلا یه دونه اینجا، مثلا یه دونه اینجا و استارت گاردنینگ رو دوباره میزنم. خب تا الان ما صحنمون رو آماده کردیم، زمینمون هم چیدیم. الان باید بریم در واقع بک‌گراندمون رو درست کنیم. این قسمت آسمون رو باید درست بکنیم. اینجا توی همین قسمت ست اسکای رو که بزنیم انواع مختلف آسمون ها رو هست. چون ما در واقع انیمیشنمون توی شب اتفاق میفته، اینجا من نایت رو دابل کلیک میکنم و همونطور که ببینین آسمونمون در واقع جایگذاری شد و ماهمون رو داریم میبینیم پشت سر کاراکترمونه و میتونیم کاراکترمون هم یکم جابجا کنیم. W رو میزنم، یکم میارمش اینجا که حالا آماده در واقع بازی کردن باشه. این هم مثلا صحنمونه. میتونیم ای رو بزنیم، یکم هم بچرخونیمش. میبینیم به این سمت میتونیم بچرخونیمش. خب الان تقریبا صحنمون میشه بگی آماده است. باید نورمون رو درست کنیم. الان همونطور که ببینید با اینکه شبه ولی اون حسی که داره منتقل میشه انگار که روزه. باید یه جورایی بریم این نورها رو کم بکنیم و در واقع یه جورایی فقط نور ماه رو بالای از جایی که حالا داره میتابه همونطور که ببینید پشت سر در واقع کاراکترمون از این سمته و ما باید نورمون رو به همین شکل تنظیم بکنیم. اولین مرحله میریم توی قسمت ویژوال و میریم پایین. اینجا توی قسمت در واقع بیس لایتینگ باید این مدل لایتینگمون رو عوض بکنیم. از این قسمت لود رو میزنم و توی همین پنجره که باز میشه این کینگز رو انتخاب میکنم، اوکی میکنم. به این شکل میره. الان یکم محیطمون تاریک تر شد ولی خب هنوز باید یه سری تنظیمات انجام بدیم. توی این قسمت استرینگ میتونیم شدتش رو کمتر بکنیم. الان روی 0. البته باید اینو بین عدد 4 یا 5 تنظیم بکنیم ولی توی قسمت سین اینا رو من میبندم. توی قسمت لایت همونجور که ببینید الان ما چندین لایت داریم. لایت بغل داریم، از پشت داریم. اینا رو ما لازم نداریم. اینا رو روی این قسمت اکتیو که کلیک کنیم دی اکتیو میشه. ببینید ما فقط قسمت کی رو لازم داریم. این فلور شادو هم میبندیمش. ببینید الان فقط گزینه به اصطلاح حالت
کی فعاله، این هم جهتش رو داره نشون میده که از رو به روه که ما دقیقا باید اونو ببریم پشت، برعکسش بکنیم. اگه برگردم به حالت ویژوال و این عدد رو کم و زیاد بکنم، شدت در واقع نور رو میتونیم تنظیم بکنیم. البته باید جهتش رو برعکس بکنیم. وارد قسمت سین میشم، توی همین قسمت کی دکمه ای رو که بزنم، ببینید حالت نور داریم تنظیم میکنیم دقیقا از این جهته. اگه به ماه دقت بکنین، ماه هم از اون بره داره میتابه. دقیقا باید از جایی که ماه میتابه این حالت رو تنظیم بکنیم. یکم هم میاریمش بالا. این دیگه حالا باید یکم خودتون کار کنین، تجربه کنین. در کل میتونین به این شکل سایه ها رو تنظیم بکنین. ببینید هرچه من اینو میارم به سمت بالا، سایه ها بیشتر میشه. اینم که باز گفتم جهتشه. تقریبا میشه بگی خوبه. شدتش هم حالا باز گفتم اینجا میتونین کم و زیاد کنین. هرچه بیشترش کنین ببینین شدتش داره بیشتر میشه. خب الان فقط تنها گزینه‌ای که فعاله همین گزینه در واقع کی هست و بقیه گزینه‌ها رو غیر فعال میکنیم. الان تقریبا میشه بگی صحنه اون آماده است. باید به شخصیتمون انیمیشن بدیم. انیمیشن هم خیلی راحته. حالا توی قسمت انیمیشن یه سری در واقع انیمیشن آماده برای شما گذاشته توی قسمت تمپلیت، ولی خب اون انیمیشنی که مد نظر ما هست توی این پک ها پیدا نمی کنین و جز پک های پولی هست. حالا من خودم شخصا از پک های پولی استفاده کردم که انیمیشن جذابتری برای ما به وجود بیاره. خب تا اینجای کار ما پروژه‌مون رو ذخیره میکنیم. از منوی فایل سیو پراجکت رو میزنیم، محلی رو برای ذخیره در واقع فایلمون انتخاب کنیم. مثلا دسکتاپ my مثلا first project و دکمه سیو رو میزنیم. وارد پک های پولی میشم من از یک در واقع پک استفاده کردم به اسم هیرو موشن توی قسمت سینگل هندد و از این در واقع موشن استفاده کردم. میتونین به همین راحتی بگیرین و روی شخصیتتون رها کنین. ببینین که اگه من کلیک بکنم دقیقا همون حرکت رو دارین میبینین. این جهت نور رو هم میتونین از این قسمت توی قسمت لایت این چشمشو بزنین که از اون حالت اون فلشه محو بشه. خب میتونین حرکات آماده رو اینجا هم داشته باشین. حالا هر کدوم از اینا رو که دوست داشتین، مثلا من همین هیرو موشن رو کلش رو میتونم بیام از این قسمت کپی بکنم توی قسمت انیمیشن کاستوم. حالا توی همین هر کدوم از اینا که دوست داشتین توی موشن ها مثلا اینجا فایند فایل رو میزنم تو این پوشه، مثلا اینجا پیستش میکنم. دیگه بعد از اینکه اینجا پیستش کردین ببینین دیگه نیازی نیست درگ اند دراپ کنین. از همینجا میتونین شخصیتتون رو انتخاب کنین و هر کدوم که در واقع دوست داشتین روی شخصیتتون قرار بدین. که من دقیقا از این قسمت سینگل هندد سو اینو انتخاب کردم دقیقا. خب الان انیمیشنمون آماده شد. دیدین خیلی راحت در عرض در واقع چند دقیقه تونستیم همچین انیمیشن درست کنیم. فقط این مورد که وجود داره، این شخصیتمون در واقع شمشیر نداره. ببینین الان حالت دستشو اگه دقت بکنین آقا یه جوری انگار شمشیر گرفته دستش، ولی خب
هیچ شمشیری وجود نداره. ما بریم یه سری شمشیرها هست توی باز همین پک های پولی توی قسمت weapons and armor pack این swords، این شمشیره میتونیم، حالا شمشیره مختلفی وجود داره، من از این اولی استفاده کردم. این فریم اول و اینو به این شکل میگیرم و داخل برنامه رها میکنم به این شکل. این الان شمشیرمون وارد برنامه شد. حالا اینو باید جابجا کنیم و بدیم دست شخصیتمون. با W میتونیم جابجاش بکنیم به این شکل. یکم زوم اوت میکنم، اینو میارمش اینجا، میارمش بالا. الان باید بچرخونیم، ای رو میزنیم و جهت قرارگیری دستاش رو اگه دقت بکنین دقیقا شمشیر رو به این شکل گرفته. اینو باید دقیقا جوری قرار بدین که واقعا انگار شمشیر رو توی دستاش گرفته. یکم هم زوم میکنم. باید از جهات مختلف ببینین. یکم هم ای رو میزنم، یکم هم میچرخونمش به این شکل. باز W رو میزنم، اینو یکم میارمش پایین‌تر، یکم هم میبرمش سمت راست، یکم هم میبرم بالا و یکم زومش میکنم که روی کار مسلط‌تر باشم. یکم باید بیاد در واقع سمت چپ به این شکل. الان اگه دقت کنین تقریبا میشه بگی شمشیر رو توی دستاش گرفته و از همه جهات بررسیش کنید که مطمئن بشین که واقعا شمشیر توی دستاشه. به این شکل. خب فکر کنم الان همه چی اوکیه. فقط باید این شمشیر رو در واقع یه جوری به دستش متصل کنیم. روش کلیک راست میکنیم، از این قسمت اتچ رو میزنیم و دست رو اینجا انتخاب میکنیم. من روی دست که کلیک بکنم اگه از این قسمت سمت راست بیام پایین اینجا میتونید ببینید که شمشیر در واقع به دست سمت راستش متصل شده. الان اگه من یکم اینو زوم اوت کنم و انیمیشن رو پخش بکنم میبینید که دقیقا با حرکت دستش داره شمشیر رو حرکت میده. دیدین بعضی جاها انگار که شمشیر به خودش برخورد میکنه. اینو باید خیلی دقت کنین که همچین مشکلی به وجود نیاد. دقیقا اینجا دستاش روی شمشیره، دقیقا درسته. باید فریم به فریمش رو بررسی کنید. اگه دیدین شمشیر داره میره داخل بدنش، میبینین الان اینجا شمشیر از داخل بدنش رد شده که این نشون میده که شمشیر رو توی موقعیت درستی قرار ندادیم. برمیگردیم فریم اول و یکم اینو در واقع حالا روتیتش میکنیم، یکم هم میبریمش بالا. حتما باید توی فریم اول انجام بده. اگه توی فریم های بعدی انجام بدیم ممکنه یک در واقع کی فریم ایجاد بشه و شما یه جوری حالتش جابجا میشه. الان باید بررسی بکنیم. اینجا باید بریم پشتش، باز هنوز داره به کمرش برخورد میکنه.
که باید اینو یکم باز توی فریم اول جابجا کنیم، یکم ببریم داخلتر دستاش تا جایی که در واقع دستاش شمشیر از دستاش بیرون نزنه. اینو باید ببریم داخل. این تنظیم اینا یکم فقط وقت میبره، ولی خب در کل متوجه شدیم که به چه صورت شمشیر رو یا حالا هر چیز دیگه رو میتونید به دست کاراکترتون بدیم. الان تقریبا میشه بگی خوب شد، فقط یکم دیگه انگار ظاهرا مشکل داره. خب همونطور که ببینید من شمشیر رو به درستی توی دستاش قرار دادم و الان حتی اگه پشتش اگه بریم دیگه به خودش ضربه نمیزنه. باید توی این موارد خیلی دقت بکنین، زاویه قرارگیری شمشیر و همچنین حرکاتی که داره انجام میده. من شمشیر رو میتونید کم کج کردم و دقیق توی دستاش قرار دادم. حالا به خاطر که یکم ممکن بود وقتگیر باشه من ویدیو رو قطع کردم و این کار رو انجام دادم. و پس شما به همین شکل شمشیر رو توی دسته در واقع شخصیتتون قرار بدیم. الان مرحله بعدی مرحله انیمیت در واقع دوربینه. حالا قبل از اون میخوام یه سری جلوه‌های ویژه اضافه بکنم به صحنمون. مثلا اینجا یک آتیش باشه، یا مثلا بعد از اینکه این از به سمت مثلا حالا جهات مختلف حرکت کرد، میخوام یه سری رعد و برق‌ها از داخلش خارج بشه. باز برمیگردم به حرکت در واقع پک های پولی و اینجا یک پکی وجود داره به اسم پاپکورن FX. داخل این توی گزینه پاپکورن لایبرری توی تمپلیت، نه توی تمپلیت نیست، توی کاستوم پارتیکلز و توی گزینه weapons and explosive من اینجا مثلا تورچ فایر رو میخوام وارد برنامه کنم. این کار حتما توی فریم اول انجام بدین. تورچ فایر رو به این شکل میگیرم و مثلا اینجا رهاش میکنم. همونطور که ببینید یک حالت مکعبی داخل این قسمت. اگه من یکم زوم بکنم ببینید این مکعبه رو میتونید ببینید و این خودش مکعبه آتیش به صورت اتوماتیک برای ما میاره. حالا اینو میتونید هر جای صحنه قرار بدیم. مثلا من میخوام اینو یکم بذارم کنار شخصیت، مثلا اینجا میخوام آتیش درست بشه، یعنی اینجا تو این علف ها مثلا پلی رو که بزنم ببینید چقدر آتیش طبیعی خیلی راحت تونستیم درست بکنیم با استفاده از این پک های پولی. خب اینجا اگه بخواین جابجاش کنین حتما اینو توی فریم اول انجام بدین. میذارمش اینجا چون که اگه فریم های بعدی انجام بدین آتیش رو انیمیت میشه، جاهاش تغییر میکنه. ببینید الان چقدر آتیشمون طبیعیه. بعد اون گزینه‌ای که حالت مکعبی رو میتونین غیر فعالش کنید، در واقع چشمش رو بزنیم. ببین وارد قسمت سین میشیم. توی این قسمت پارتیکل تورچ فایر رو که ببینین اینجا روی گزینه شو کلیک میکنیم که اون حالت حذف بشه، اون مکعبه. ببینین یا میتونید یکی دیگه وارد برنامه بکنید. من به این شکل میگیرم، مثلا اینو میذارمش اینجا. ببینین مثلا از هر دو طرف داره نور میتابه. روی شخصیتمون اگه دقت کنین اون رفلکت های آتیش رو میتونین ببینین. این حالا جا به جاش میتونین بکنین هر جا که دوست داشتین. مثلا تو این محور میتونین جا به جاش کنین، بذارینش مثلا اینجا به این شکل. بعد میتونین این هم چشمشو بزنین به این شکل. ببینین این افکت های نوری و اینا که میبینین با خاطر این نورهایی که فعال کردیم این هم به صورت اتوماتیک خودش در واقع ظاهر میشه. خب یک افکت دیگه میخوام به این شخصیت بدیم.
توی قسمت ماجیک اگه اشتباه نکنم این یکیه، این تاندر هست. اینو میتونیم توی فریم در واقع توی فریم اول حتما اینو بزنین که بیاد به فریم اول و این تاندر رو به این شکل میگیریم و وارد برنامه آیکلون میکنیم. خب الان ما اینو میخوایم به شمشیر متصل بکنیم. موقعی که شمشیر در واقع حرکت میکنه، حالا به جهات مختلف این رعد و برق هم ظاهر بشه. اینو میتونیم الاینش بکنیم به این شمشیره. از این قسمت بالا الاین رو که بزنیم، الاین 2 رو که بزنیم، باید اینجا شمشیر رو انتخاب کنیم. به این شکل روش که کلیک میکنیم X، Y و Z میگه بیا بهش متصل شو. این هم میتونیم بزنیمش سنتر. ببینید دقیقاً اومد وسط شمشیر قرار گرفت. اوکی رو میزنیم. الان باید در واقع مکانش رو جابجا کنیم، یعنی یکم روتیتش کنیم روش بره به اون سمت. اینو به این شکل جابجاش میکنم و وسط شمشیر هم نمیخوام باشه، میخوام این اوایل شمشیر باشه. اینجوری میگیرم جابجاش میکنم. این بالا رو میتونیم بزنیم یا این روی این جابجا روی این کلیک کنیم و اینو جابجا کنیم. توی زاویه‌های مختلف نگاه کنید و مطمئن بشین که دقیقاً این در واقع مکعب یا هر چیزی که هست از وسط شمشیر بیرون اومده، چون افکت یا جلوه ویژمون از داخل این قسمت بیرون میاد و با مطمئن بشیم که جای مناسب قرار گرفته. این رو میزنم، یکم هم میکشیمش به سمت پایین و الان اگه دقت کنید فکر کنم مناسب باشه. ببین الان اگه من انیمیشن رو پخش بکنم، از اولش این رعد و برقه وجود داره. ببینین البته باید اینو وصلش کنیم به شمشیره که همزمان با حرکت کردن شمشیرم این افکت هم جابجا بشه. برای این کار روش کیو رو اول بزنیم که از حالت انتخاب بیرون بیاد. روش کلیک راست میکنم، اینجا اتچ رو میزنم، اتچ، و اینجا شمشیر رو انتخاب میکنم. ببین الان به شمشیر وصل شده، هر جا حرکت بکنه اونم همراهش حرکت میکنه. ببین الان این افکتی که الان ما بهش دادیم داره همه جا همراهش حرکت میکنه و همیشه هم روشنه. نمیخوایم همیشه روشن باشه، فقط میخوایم جایی که خودمون میخوایم رو روشن کنیم. اولین مرحله اینه که این حالت مکعبی رو غیر بکنیم. توی این قسمت بالا تاندر رو پیدا میکنیم و این چشمش رو میزنیم. ببینید چشمش رو که بزنیم فقط اون جلوه رو میتونیم ببینیم. خب الان باید وارد در واقع تایملاینمون بشیم. اینجا F3 رو میزنیم یا روی این گزینه شو تایملاین کلیک میکنیم، وارد تایملاین میشیم و اینجا تاندر رو پیداش میکنیم. اگه این تاندر رو نمیبینینش از این قسمت ترک منیو لیست میتونین پیداش کنیم. ببینید تاندر رو پیداش میکنیم و همونجور که میبینین این قسمت یه گزینه داریم به اسم امیت در واقع همین مکعبی بود که غیبش کردیم. این در واقع امیته و ما باید در واقع برنامه آیکلون بفهمونیم که ما این امیت رو همه جا لازم نداریم، فقط جایی که میخوایم. پس روی این قسمت امیت کلیک راست میکنیم و میتونیم آفش کنیم. اینجا من الان در واقع آفش کردم. این وقتی آفش بکنیم دیگه اون رعد و برقه رو نمیبینیم. مثلا میخوایم بگیم اینجا، مثلا ببینید دقیقاً اینجا که شمشیر رو میبره پشت سرش، اینجا میگیم اینجا میخوایم ظاهر بشه، میگیم اینجا در واقع این قسمت اینجا امیتش رو فعال میکنیم. من روش کلیک راست میکنم و آن میکنم. ببینید الان دقیقاً این قسمت فعال شد و جلومون هم پخش میشه، مثلا به مدت چند ثانیه، چند فریم.
تا اینجا مثلا مجددا آفش میکنم. ببینید الان اگه من انیمیشن رو پخش کنم فقط همون چند ثانیه‌ای که امیتمون روشن بود نشون داده میشه. باز اینجا میخوام غیب باشه، از اینجا میخوام ظاهر بشه، باز روش کلیک راست میکنم آنش میکنم. اینم باز مثلا چند فریم اینجا میخوام مثلا غیر فعال بشه، مجددا باز میریم جلوتر یکم. اینجا مثلا میخوام باز مجددا آن بشه تا اینجا مثلا. و بعد از اینکه این شمشیر رو میبره بالا، مثلا اینجا ببینین دستاشو به این شکل میکنیم، باز میخوام روشن بمونه دیگه. ببینین الان اگه من بیام از اول انیمیشن رو پخش بکنم به این شکل، ببینیم که تونستیم همچین انیمیشنی بسازیم. خب مرحله آخر حرکت دوربینه. میخوایم دوربین رو انیمیت بکنیم، مثلا اولش روی شخصیتمون یه جوری زوم باشه، بعد رفته رفته بیاد بیرون. اولین مرحله اینه که این گزینه مینی ویو پورت رو فعال کنیم. این مینی ویو پورت در واقع دوربینمون رو نشون میده. حالا اینو میتونیم هر جایی که دوست داشتیم قرار بدیم، مثلا اینجا، و از این قسمت کرییت یک کامرا ایجاد میکنیم. من یک کامرا ایجاد میکنم و از این قسمت کامرا رو انتخاب میکنم. در واقع این چیزی که داریم میبینیم، یعنی در واقع دوربین نهایی مونه. از این قسمت هم اینو مثلا میتونیم بذاریمش روی مود پریویو یا مود کامرا. اگه روی مود کامرا بذاریم هر حرکتی که انجام بدیم به عنوان یک کی فریم شناخته میشه و انیمیت میشه، این دوربین اون انیمیت میشه. حالا مثلا من اینو روی مود کامرا میذارم، از اولش میخوام دوربین به این شکل باشه. مثلا صحنه مخوف حالا این شخصیتمون از نزدیک، دقیقا چیزی که در نهایت میبینیم به این شکله. این فریم اوله. مثلا میخوام رفته رفته این دوربینمون دور بشه، مثلا اینجا که رسید دیگه میخوام دوربین زوم اوت شده باشه. مثلا میام این فریم تا اینجا که مثلا میخواد بلند شه دیگه میخوام دوربین زوم اوت شده باشه، یکم هم مثلا تغییر جهت داده باشه به این شکل. میبینین چقدر راحت تونستیم دوربین رو انیمیت کنیم. خب اینجا مثلا باز میتونیم حالا دور کاراکترمون بچرخیم. اینجا از این قسمت میتونیم کامرا هم انتخاب بکنیم. میبینین کامرا رو که بزنیم، این گزینه دومم که انتخاب بکنیم فقط چیزی که انتخاب کردیم نشون میده. میبینیم مثلا فقط کامرا رو داریم. توی قسمت ترانسفورم میبینین یک کی فریم ایجاد شده و فریم اول هم این کی فریمه دقیقا همینجا هست که دوربینمون به سمت عقب رفته. حالا میتونیم اینجا بایستیم و دوربینمون جهتش رو تغییر بدیم اگه دوست نداشتیم. اگه میزان زومیش مثلا زیاده میتونیم به این شکل کار کنیم. ولی خب در نهایت نحوه انیمیت دوربین هم متوجه شدیم. مثلا میخوایم اینجا یکم دورش بچرخه، میریم یکم جلوتر، مثلا فریم 420 میتونیم یکم ثابت باشه. میتونیم از این یک کپی بگیریم، کنترل سی، میریم مثلا فریم مثلا 400 پیستش میکنیم. باز میریم فریم فرض کنین 500، یکم مثلا دور
شخصیتمون میچرخیم به این شکل، همچه حالتی. حالا این حالت ها رو میتونیم مثلا اینجا یکم جابجاش کنیم، یکم دورش کنیم به این شکل. اون حرکت چرخشش رو میتونیم طبیعی تر کنیم. اینا دیگه سلیقه هر جور خودتون دوست داشتین میتونین دوربینتون رو انیمیت کنیم. و اگه خواستین مثلا یک چیزی توی صحنه قرار بدین یا در واقع چیزی رو جابجا کنین، اینو توی مود کامرا انجام ندین، اینو بذارین روی حالت پریویو، چون اینجا من اگه توی مود کامرا زوم اوت و زوم این بکنم در واقع شخصیتم دوربینم انیمیت میشه، ولی اینجا ببینید کامرا دقیقاً چیزی که انیمیت کردیم داره نشون میده. این حالت پریویو حالتیه که میتونیم ادیت بکنیم این شکل. خب تا اینجا مثلا انیمیشنمون رو ساختیم. فرض کنیم مثلا تا فریم حالا اینا رو لازم چرخش رو لازم ندارم، اینا رو حذف میکنم، اینا هم حذف میکنم. مثلا همینجا میتونیم تا فریم فرض کنیم 500 میخوایم اینو رندر بگیریم، میایم فریم 500 و اینجا گزینه set end frame رو میزنیم به این شکل. الان چیزی که نهایتا خروجی گرفته میشه اینه، ولی به اضافه اون جلوه‌ای ویژه. این دوربین رو میبینید، دوربین در واقع همین دوربینی است که الان داشت حرکت میکرد. این از اولش روی شخصیت زوم بود، از پایین داشت نشون میداد، بعد حرکت میکنه میاد به این شکل. حالا میتونید اینم حذفش کنین اگه دوست نداشتین. تو این قسمت کامرا میتونین این چشمش رو بزنین که نشون داده نشه، ولی خب توی رندر نهایی این دوربین رو نمیبینین، فقط برای در واقع خودتونه. خب اینو حالا میتونیم ازش خروجی بگیریم. میریم از این قسمت رندر رو میزنیم، ویدیو رو انتخاب میکنیم MP4، اینا هم که کیفیتاش بالا هست و اینجا میتونیم سایزش رو مشخص کنیم. مثلا میذارم HD 1080 و توی این قسمت هم اکسپورت رنج هم میذاریم روی رنج 1 تا 500 و در نهایت روی این گزینه اکسپورت کلیک میکنیم. حالا یک جایی برای به اصطلاح ذخیره‌اش مشخص میکنیم و مثلا میذاریم my first project فایل خروجیمون و سیو میزنیم. منتظر میمونیم که این در واقع رندرش تموم بشه و بعد به صورت اتوماتیک یک پنجره باز میشه و میتونین انیمیشنتون رو توی برنامه‌های پلیر مشاهده بکنید. خب همونطور که میبینین اینجا گفته که رندر تموم شد، میخوایم بازش کنیم، یس رو میزنیم. البته این باید میذاشتیمش روی در واقع کامرا، یعنی این حالت به اصطلاح اینجا که ما گذاشتیم روی پریویو، اینو باید میذاشتیمش روی کامرا و مجددا رندر میگرفتیم. حالا من اینو میذارم روی کامرا مجددا و از این قسمت اکسپورت رو میزنم و همین my first project رو انتخاب میکنم و مجددا رندر میگیرم. yes. حالا میتونیم یکم در واقع انیمیشنمون رو جذابتر کنیم، اکشن تر بکنیم. الان همونطور که می‌بینید یکم خامه. میتونیم مثلا دوربین رو وصلش بکنیم به شمشیر که وقتی مثلا شمشیر داره حرکت میکنه دوربین هم یه جوری جابجا بشه. برمیگردم مجددا به برنامه در واقع آیکلون، این پنجره رو میبندم. خب الان ما باید در واقع یه جوری کامرا رو انتخاب کنیم، دوربینمون رو انتخاب کنیم و دوربین رو وصلش کنیم به این شمشیره که بعد از اینکه حالا مثلا شمشیر حرکت میکنه یه جوری دوربین هم باهاش حرکت. الان خشکه. میریم توی این قسمت سین
این کامرا رو انتخاب میکنیم. کامرا رو که انتخاب کردیم حالا میتونیم از این حالت هم خارج بشیم. مود پریویو رو انتخاب میکنیم که یه وقت اشتباهی دستمون نخوره به چیز دیگه دوربین حرکت بکنه. کامرا رو که انتخاب کردیم تو این قسمت سمت راست یه گزینه داریم به اسم لوک ات. لوک ات یعنی نگاه کن به. پیک تارگت رو میزنیم و این شمشیر رو انتخاب میکنیم. ببینید الان سورد انتخاب شده، شمشیر انتخاب شده. اگه من برگردم به مود کامرا یا از این قسمت مینی در واقع ویو پورت رو نگاه کنم، ببینید دوربین داره یه جوری با حرکت شمشیر هم حرکت میکنه و صحنه‌مون جذابتر شد، اکشن‌تر شد. بذارید من این با جلوه‌های ویژه‌ش رو نشونتون بدم. تو این قسمت کامرا برگردم، ببینید چقدر الان جذابتر شد کارمون، به خاطر که دوربین رو یه جوری مجبور کردیم که به شمشیر هم نگاه کنه. یعنی علاوه بر این که اون صحنه رو به وجود آوردیم، دوربین هم داشت به شمشیر نگاه میکرد و الان همچین چیزی رو تونستیم درست کنیم. حالا این هم مجددا میتونیم ازش خروجی بگیریم، ولی خب در کل شیوه کار رو متوجه شدیم و این انیمیشن رو تونستیم در کمتر از 1 ساعت درست کنیم. امیدوارم از این ویدیو آموزشی هم لذت برده باشید.